بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی در هر گوشه از دنیا که قرار دارید. بینندگان عزیز و گرامی، در این قسمت می‌خواهیم به گفتگوی نرم و علمی با جناب استاد محمد محق داشته باشیم که ایشان برنامه‌هایی که دارند در شبکه‌های داخلی افغانستان و یا احیانا هم در برخی از شبکه‌های خارجی و بیرونی و همچنین برخی از کتبی که ایشان نوشته‌اند و به هر حال ما تمرکزمان روی یکی از برنامه‌های ایشان هست که در مورد فرقه ناجیه حرف زدند و صحبت کردند و مسائل پیرامون فرقه ناجیه به هر حال مطرح نمودند. به هر صورت ما به کل برنامه ایشان نمی پردازیم، چرا که وقت برنامه ما یا وقت برای ما اجازه نمیده که به کل آن مسائل پرداخته بشه و در مورد آنها حرف زده بشه. ولی میخوام که یک بخشی از صحبت ایشان را که پیرامون روایات وارده پیرامون فرقه ناجیه یا طایفه منصوره هست با هم دیگر ببینیم و به دنبال آن ان شاء الله در مورد صحبت هایشان برخی از حرفه های داشته باشیم و همچنان که ایشان نام برنامه ایشان واکاوی است، ما هم به پژوهش و پیگیری و همچنین به دنبال این برویم که حرف ایشان تا چی اندازه صحت داره و یا چی اندازه میتوانه صحت حرف ایشان واقعا مورد اعتبار باشه یا حرفشان مورد اعتبار باشه. به هر صورت میریم با هم دیگر اول صحبت هایشان را میشنویم، به دنبال آن برمیگردیم و پیرامون حرف هایشان ان شاء الله با هم صحبت خواهیم کرد. روایات مربوط به فرقه ناجیه و طائفه منصوره چقدر مدار اعتبار هستند؟ روایاتش چگونه هست؟ روایاتی که آمده حداقل قضیه است که روایت در صحیحین در این باره وجود نداره. به هر صورت حدیثی که در او یا روایتی که در او موضوع فرقه ناجیه آمده در صحیحین نیست، در بخاری هم نیست و در مسلم هم نیست. بعدا در کتاب های دیگری که آمده، مثلا حاکم نیشابوری در مستدرک خود روایت کرده که حاکم وقتی روایت میکنه غالبا او را صحیح میگه و باز میگه که این صحیح است بر شرط مسلم یا بر شرط بخاری یا چیزی شبیه هذی و از وقت میگن که بر شرط مسلم او را صحیح تلقی کرده. ولی خیلی از علما باز معتقد هستند که حاکم نیشابوری از جمله متساهلین است در قبول روایات و در نقل روایات و در صحیح خواندن روایات، که نسبت به خیلی از احادیثی که بقیه محدثین وسواس داشتن و او را صحیح نمیدانستن، به درجه حسن یا ضعیف ممکن است میدانستن، او به خاطر شواهد و بعضی قرائنی که در روایت وجود داشته او روایت به نام صحیح معرفی کرده. و محدثین بزرگ دیگر هم هر کدام سلیقه و متد داشتن، منهج داشتن برای که کدام صحیح بگن کدام نگن. و یک روایت را ممکن امام ترمذی مثلا صحیح تلقی کرده، اما او را امام بخاری یا یک محدث بزرگ دیگر باز گفته که نه، از نظر من صحیح نیست. با هم دیگر حرفه های ایشان را شنیدیم که پیرامون فرقه ناجیه یا روایاتی که در مورد فرقه ناجیه و طایفه منصوره مطرح شده با هم دیگر شنیدیم و دیدیم. اگر توجه کرده باشید وقتی که جناب مجری از ایشان سوال میکنه که روایاتی که در مورد طائفه منصوره و فرقه ناجیه آمده تا چی اندازه میتونه سند داشته باشه یا تا چی اندازه میتونه اعتبار داشته باشه از نظر شما، و در اول برنامه ایشان، یعنی در طول برنامه، به خصوص در اول برنامه خودشان هم به این نکته اذعان میکنند و میفرمایند که فرقه ناجیه و طایفه منصوره حقیقتا مکمل یکدیگر هستند و اینها یکی هستند و به هر صورت در این مورد صحبت‌هایی در اول برنامه میکنند. ولی ایشان میآیند با صراحت کامل در پاسخ به این سوال اولا میان از قرآن صحبت میکنن که بله در قرآن کریم همچون چیزی نیست، اما روایاتی که میگن حرفشان اینه که روایاتی که آمده میگن حداقل قضیه اینه که در صحیحین در این مورد چیزی نیست. صحیحین یعنی بخاری و مسلم، و بعد میان پیرامون اعتبار صحیحین صحبت میکنن که حرفهای پیرامون این موضوع دارن.
اجازه بدین که با همدیگر مراجعه بکنیم به کتاب بخاری و کتاب مسلم، صحیح بخاری و صحیح مسلم، ببینیم آیا چیزی در مورد طایفه منصوره هست یا نیست، چون سوال متشکل از طایفه منصوره و فرقه ناجیه هست و همچنین در اول خودشان هم به این نکته اشاره میکنن که طایفه منصوره و همچنین فرقه ناجیه اینها مکمل یکدیگرند که در اول برنامهشان موجوده. به هر صورت می رویم به اولا کتاب صحیح بخاری مراجعه می کنین، ببینین که در صحیح بخاری همچون چیزی هست یا نیست. بعد از آن به صحیح مسلم و ان شاء الله به ترتیب حرفه هایشان را مورد بررسی قرار می دهیم ان شاء الله. اولا این کتاب صحیح بخاری هست. اولا اجازه بدید که من برایتان نشان بدم این کتاب صحیح بخاری هست و به هر صورت مؤسسه الرساله این را چاپ کرده و این هم میشه حقیقتا گفت که مشخصات کتاب هست. به هر صورت کتاب صحیح بخاری مشهوره و هر کس میتونه که مراجعه بکنه به کتاب صحیح بخاری. در کتاب الاعتصام بالکتاب و سنه که امام بخاری رحمه الله آن را نام گذاشته، باب گذاشته در مورد قول رسول الله صلی الله علیه و سلم، اینجا که میگه باب قول پیامبر صلی الله علیه و سلم لا تزال طائفة من امتی ظاهرین علی الحق الی آخر. اصلا باب به این نام میگذاره تحت اینکه از امت من کسانی خواهند بود که اینها همیشه پیروز هستند و همیشه اینها به هر صورت به پیروزی دست خواهند یافت و از این قبیل حرفا. میان در اینجا حدیث رو میخوانین، حدیثی که امام بخاری رحمه الله در حقیقت در این باب گذاشته، حدیث شماره 7311، البته با این چاپی که نزدم هست، ولی با آن قسمی که برایتان گفتم کتاب الاعتصام بالکتاب و سنه باب قول النبی صلی الله علیه و سلم لا تزال طائفه، میتونین حدیث اولین حدیث رو ببینید. امام بخاری رحمه الله میگه که قال حدثني عبید الله ابن موسى عن اسماعیل عن قیس عن المغیر بن شعبه عن النبي صلی الله علیه و سلم قال لا يزال طائفة من امتی ظاهرین حتى یأتیهم امر الله و هم ظاهرون. این کاملا صریحه، کاملا آشکاره که دلالت بر این میکنه که از امت رسول الله صلی الله علیه و سلم طائفه‌ای هستند که اینها و اونها طائفه منصوره گفته میشه و اینها پیروز هستند بر باطل، اینها بر باطل پیروز هستند. این کتاب صحیح بخاری که ایشان گفتن در صحیحین همچون چیزی نیست. باز هم تأکید میکنم که حرف ایشان حقیقتا تنها در مورد تنها فرقه ناجیه نبود که در این مورد هم صحبت میکنیم، بلکه طایفه منصوره را هم در بر میگرفت. نمیدانم که چرا ایشان این موضوع را مطرح کردن، گویا این که نمیدانستن این موضوع را که در صحیحین هست همچون چیزی، و یا این که کدام حرف دیگری بود والله اعلم، ولی ما به ایشان حسن ظن داریم که ان شاء الله میگین شاید ایشان متوجه این موضوع نشدن و این موضوع را نمیفهمیدن و الا اینکه این حرف را نمیزدن. به هر صورت میایین در کتاب الاماره صحیح مسلم کتاب صحیح مسلم هست که امام ابوالحسین مسلم ابن حجاج نیشابوری رحمه الله این کتاب را احادیثش را جمع آوری کرده و مشهوره کتاب صحیح مسلم. کتاب الاماره اینجا اگر دقت کنن عزیزان، کتاب الاماره اینجا می در حدیثی که حقیقتا اینجا امام مسلم رحمه الله نقل میکنه، حدیث 1924 1924 میایه حدیث سندش را اول نقل میکنه، بعد میایه در ادامه اینجا که حقیقتا رسول الله صلی الله علیه و سلم به این موضوع اشاره میکنه. اینجا میگه که از راوی نقل میکنه که میگه فسمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول لا تزال عصابة من امتی یقاتلون علی امر الله قائرین لعدوهم لا یضرهم من خالفهم. اینجا میگه حتی تأتیهم الساعه و هم علی ذلك. بعد میاد در ادامه به هر حال روایت به صورت کامل نقل میکنه و آنچه که در این روایت وجود داره و این هم روایت صریحیه که در حقیقت میشه گفت در صحیح مسلم هست که این در مورد طائفه منصوره که ایشان انکار کردن که گویا همچون حدیثی در صحیح بخاری و صحیح مسلم در مورد طائفه منصوره حداقل به حرف ایشان نیست. بعد میآین حرف دیگر ایشان میزنن که میگن که گویا این که این حدیث در مستدرک حاکم است و بعدا میآین که حاکم در نقل روایت و در تصحیح روایت متساهل بوده.
اولا این نکته را عزیزان توجه داشته باشند و به ایشان هم گوشزد میکنم، خیلی خوبه که این نکته را توجه داشته باشند که هر چیزی را به اهل تخصصش بگذارید. من نمیدانم تخصص شما چیست، ولی از حرفتان پیداست که در مورد علم حدیث چندان آشنایی ندارید و این توهینی به شما نیست بلکه یک حقیقته. به خاطر اینکه شما وقتی میایید کلمات را مترادف میکنید متوجه باشید که چه نکته را بیان میکنید. یکی نقل روایت، یکی حکم بر روایت. امام ابو عبدالله حاکم نیشاپوری رحمه الله درسته در حکم در روایت، البته در مستدرک، در کتاب المستدرک علی الصحیحین متساهله و این به این معنی نیست که کل روایاتی که در مستدرک حاکم آمده این روایات همه ضعیف باشه و این روایات همه به هر حال دروغ باشه. در مستدرک حاکم چنان که علما نقل میکنن، از جمله علامه امام ابن الصلاح رحمه الله و همچنین امام ابن حجر و بقیه علما در این مورد نقل میکنن در مورد کتاب مستدرک حاکم و در مورد روش و منهج امام حاکم نیشاپوری رحمه الله در کتاب المستدرک. باز هم نقل میکنم و باز هم میگم که نقل بر روایت یک چیزی است و حکم بر روایت و یا تصحیح روایت به تعبیر شما چیز دیگری است. درسته، ولی در نقل روایت نمیتونین به صورت اطلاق بگین که امام حاکم نیشاپوری رحمه الله متساهل بوده و حتی در حکم در روایت نمیتونین به صورت اطلاق بگین که امام حاکم نیشاپوری رحمه الله متساهل بوده. بله در کتاب المستدرک بله، ولی در بقیه کتبش میتونین شما مراجعه بکنین و به هر حال وقتی که از نظر سندی، از نظر متنی احادیثش را مثلا المدخل اون کتاب را برین ببینین، برای شما واضح خواهد شد که منهج امام حاکم رحمه الله در کتاب المستدرک یک چیزی است و در بقیه کتبش چیز دیگر است. با عنوان مثال آنچه که در مورد کتاب المستدرک نقل شده، خوب است که اینجا از کتاب النکت از علامه ابن حجر رحمه الله نقل بکنم. کتاب النکت حقیقتا بعضی از لطائف علمی که در کتاب ابن صلاح، در مقدمه ابن صلاح هست که به هر حال بعضی علوم الحدیث میگن کتاب نامش را از حافظ ابن حجر هست. این کتاب النکت از حافظ ابن حجر متوفای سال 852. ایشان حقیقتا در مجلد اول در بحث صحیح، در بحث احادیث صحیح که وقتی میآیند نقل میکنن، اینجا حرف خوبی در مورد مستدرک دارن، کتاب مستدرک حاکم، که برای این عزیز ما و بقیه عزیزان توصیه میکنم که این را بخوانند و منهج علما را در باب حقیقتا حکم بر علما یا حکم کردن در مورد علما را بفهمند و خیلی راحت یک عالم را تخطئه نکنند که این از نظر انصاف و از نظر علمی خیلی دوره و خیلی بعیده. ایشان در این کتاب، یعنی در کتاب النکت، علامه ابن حجر رحمه الله میآیه، مثلا گفتیم بحث صحیح هست که عزیزان میتونن مراجعه بکنن. اینجا از این صفحه، یعنی صفحه 165، چاپی که پیش من است، البته چاپی که پیش من است، شروع میکنه علامه ابن حجر رحمه الله و اینجا اگر ببینین که مستدرک حاکم، احادیث مستدرک حاکم به سه تقسیم میکنه، الاول و الثانی و الثالث و القسم الثالث و بعد میایه الی آخر کتاب در مورد کتاب مستدرک حاکم رحمه الله. امام ابن حجر رحمه الله صحبت میکنه و این حرفی که شما به صورت صریح کتاب مستدرک حاکم را میگین، هر کتابی که به تعبیر شما به هر حال هر حدیثی که حالا از فحوای کلامتان برمیایه، حالا هر حدیثی که در مستدرک حاکم باشه باید ضعیف بشه، این واقعا منهج اهل علم نیست، منهج اهل تحقیق نیست که در این مورد بیاین خیلی راحت یک حدیثی چون در مستدرک حاکم آمده ضعیفه. این یعنی چی؟ این واقعا استدلال بسیار بعید از اهل تحقیق و از اهل منطق و از اهل علم. به هر صورت ما گفتیم که نقل روایت چیزی است، تساهل در نقل روایت یک چیز هست، ولی حکم بر روایت یا به تعبیر شما تصحیح روایت یک چیز دیگر است که باید ما فرق این دو را بفهمیم. حالا این حدیث به ضبط، این حدیث در مستدرک حاکم آمده، بله در کتاب مستدرک حاکم آمده که حقیقتا امام حاکم نیشاپوری رحمه الله حدیث را نقل میکنه در کتاب المستدرک علی الصحیحین، حدیث شماره 441. ولی جالب بر اینه که امام حاکم رحمه الله در این کتاب، یعنی در مستدرک، در
بعد از اینکه این حدیث را نقل میکنه میگه هذا حدیث صحیح علی شرط مسلم ولم یخرجاه وله شواهد فمنها. بعد دو روایت دیگر میاره، میگه در این روایت میگه صحیح هست، بر شرط مسلم هست. حالا حرف امام حاکم هست که بر این هم یعنی میشه که حرف گفت، ولی المهمی که شواهد میاره، شواهد امام حاکم نیشاپوری رحمه الله میاره. و شما میدانید که شما چون خودتان را اهل علم میگید و بدون شک وقتی کسی در این مورد وارد میشه و در یک شبکه حرف میزنه باید این مسائل را بفهمه. مستدرک حاکم گفتیم که متشکل از احادیث صحیح است، احادیث حسن هست، احادیث ضعیف هست، حتی احادیث موضوع هم در آن درجه و در آن آمده. و گفتیم که مطلق این که بیایم یک کتاب رد بکنیم به خاطر اینکه این روایت چون در مستدرک حاکم آمده بنابراین ضعیفه، این روش یا به تعبیر شما متد علمی نیست. این متد برای یک فرد عالم و برای یک فرد محقق نمی باشه. خب به هر صورت اینجا کتاب المستدرک تلخیص شده و تلخیص این کتاب را امام ذهبی رحمه الله نوشته. تلخیص کرده روایاتی که صحیح بوده گفته صحیحه، روایاتی که بر شرط مسلم بوده بر شرط بخاری بوده گفته بر شرط بخاری است، بر شرط مسلمه. و همچنین اگر روایت ضعیف بوده بر آن توجه کرده و گفته روایت ضعیفه. اگر گفته روایت موضوعه، روایت موضوع آورده، مثلا گفته که این روایت موضوع است. در تعلیق این حدیث حقیقتا امام ذهبی رحمه الله مثلا در حدیث 443 یعنی حدیث 441 بعد از این که میه شواهد در میاره میگه هذه اسانید تقوم بها الحجه. این را امام ذهبی رحمه الله میگه هذه اسانید تقوم بها الحجه، یعنی چیزی باقی نمیمانه که شما خیلی راحت آمدید به خاطر اینکه چون در کتاب مستدرک هست حدیث را میخواهید تضعیف کنید. گفتیم که این واقعا منهج اهل علم نیست. ثانیاً حالا فرض بکنیم که بیایم بالفرض فرض بکنیم که این روایت در مستدرک حاکم است و بنا به منطق شما که از فحوای کلامتان برمیآید، اگرچه صراحتا این حرف را نزدید ولی از فحوای کلامتان برمیآید که چون این حدیث در مستدرک هست و به تعبیر شما امام حاکم رحمه الله در نقل روایت و در تصحیح روایت متساهله، بناهن این حدیث ضعیفه. خب نه، اصلا بیاین فرض بکنیم که حرف شما بجاست و حرف شما کاملا دقیقه و درسته، اما فراموش نکنید که همین روایت فرقه ناجیه که آمده که رسول الله صلی الله علیه و سلم در این مورد حرف زدن، نه تنها در مستدرک حاکم بلکه در کتب سنن هم آمده. چرا این رو برای مردم نمیگویید؟ به خاطر میآیید که شما یعنی واقعا این یک تدلیسه. معذرت میخوام از شما ولی واقعا تدلیسه. تدلیسی که شما برای یک اهل علم شایسته نیست که همچون کار انجام بده. تدلیس علمی بکنه، خیانت علمی بکنه، بیا یک روایت بگه چون در مستدرک حاکم و بنا به منطق خودش بیا روایت رد بکنه. به عنوان مثال به چند تا از کتب سنن، به 3 تا از کتب سنن بنده اشاره میکنم. این کتاب سنن ابی داود هست. امام ابی داود سلیمان ابن اشعث سجستانی رحمه الله که متوفای سال 275 هست و در این کتاب حقیقتا امام ابی داود رحمه الله حدیث که فرقه ناجیه را حرف میزنه آورده و نقل کرده و در مورد آن صحبت کرده، به صورت حقیقتا روایت را نقل کرده و آورده و تصحیح روایت هم موجوده که از نظر روشی که به هر حال برای تصحیح و تضعیف احادیث وجود داره میتونه که یک فرد حقیقتا فهمیده و یک فردی که محقق باشه میتونه مراجعه بکنه. اگرچه این روایت یعنی حدیث فرقه ناجیه غیر از طایفه منصوره که ما قبلا از صحیح بخاری و صحیح مسلم هم نقل کردیم که به تعبیر خود ایشان هم این دوتا مکمل یکدیگر هستند که حرفشان بجاست، و به هر صورت وقتی که در مورد فرقه ناجیه هم میایه روایاتی میایه حقیقتا از اصحابی یعنی از یک صحابه نه چند صحابه نقل شده، هم به صورت مرفوع و هم به صورت موقوف. مرفوع به این معنا که به رسول الله علیه السلام میرسه، موقوف به این معنا که کلام صحابه است. کلام صحابه است که استنباط میکنه از کلام رسول الله صلی الله علیه و سلم که حقیقتا همچون روایاتی در همچون مواردی ظاهرا موقوف ولی در حکم مرفوع هست که این یک بحث اصولی است یا بحث مصطلح است که در بخش حدیث، در بخش اصول حدیث و مصطلح حدیث در مورد آن حرف زده میشه. به هر صورت امام ابی داود رحمه الله در کتاب السنن خود این حدیث را این گونه روایت میکنه.
این حدیث حقیقتا همچنان که گفتیم در کتاب سنن ابی داوود هست، حدیث شماره 4596. حالا شاید یعنی میشه گفت که مسئله شماره های حدیث از چاپ تا چاپ دیگه فرق بکنه، ولی المهمی که کتاب اول کتاب السنه هست، باب شرح السنه، میای اینجا حدیث روایت میکنه. از اول میای اینجا محمد ابن عمرو که حقیقتا به سر این یعنی کسایی که حدیث یعنی رد میکنن به سر این نفر حرف دارن که حقیقتا این نفر قابل اعتماده و حسن الحدیث، یعنی میشه گفت که حدیثش قابل اعتباره. به هر صورت میای از ابی هریره رضی الله تعالی عنه همین حدیث را نقل میکنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگن که یهود بر یک یا دو، یعنی 71 یا 72 فرقه تقسیم شدن و نصارا بر 71 یا 72 فرقه تقسیم شدن و امت من بر 73 فرقه تقسیم خواهند شد. این روایت کاملا صریحه، کاملا واضحه و همچنین روایت دیگه هم در همین مورد میاره که حقیقتا در اون این اضافه شده که میای حقیقتا میگه و واحدة فی الجنه و هی الجماعه، با اینکه روایت را از اول میاره. به هر حال الفاظ روایت در این مورد فرق میکنه، الفاظ روایت متفاوت آمده. البته این تفاوت تنوع هست، نه تفاوت تناقض، که این دوتا با هم متفاوته که اهل علم با آن آشنا هستند و میفهمند. این کتاب چی بود؟ کتاب سنن ابی داوود. اجازه بدین که بریم به سراغ سنن ترمذی، به ترتیب پیش برین که ان شاء الله بینندگان عزیز استفاده بکنن. این کتاب سنن ترمذی هست. کتاب سنن ترمذی هست از ابی عیسی محمد ابن عیسی الترمذی رحمه الله، متوفی سال 279. این سنن ترمذی هست. در این کتاب هم همچنان حدیث فرقه ناجیه آمده که میشه اینجا عزیزان حدیث را داشته باشن که رسول الله صلی الله علیه و سلم حقیقتا در این مورد چی میگن. اصلا بابر امام ترمذی رحمه الله گذاشته. اولا کتاب الایمان، عزیزان میتونن مراجعه بکنن. باب افتراق هذه الامه، باب افتراق هذه الامه، حدیث شماره 2640. خب میه اینجا قال حدثنا الحسين بن حريث ابو عمار قال حدثنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الى آخر. میه همون حدیث را که حقیقتا با لفظ دیگری در کتاب سنن ابی داوود بود، میه همان را نقل میکنه به صورت کامل. عزیزان میتونن که ببینن که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگن که تفرقت اليهود على 71 فرقه او 72 فرقه والنصارى مثل ذلك وتفترق امتي على 73 فرقه. این هم حدیثه که در سنن ترمذی هست. میرین به سراغ کتاب دیگر که سنن ابن ماجه هست. سنن ابن ماجه هم یکی از کتب سته هست. این ستایی که تا حالا ما نشان دادین از کتب سته بوده، از کتب سته هست و معروفه و مشهوره و هر فردی آن را میدانه و میفهمه. به هر صورت این روایت، این کتاب اولا نشان بدم سنن ابن ماجه هست از ابی عبدالله محمد ابن یزید قزوینی که مشهور به ابن ماجه هست رحمه الله. در این کتاب میآیه امام ابن ماجه رحمه الله، اگرچه ما در مورد خود کتاب صحبت نمی کنیم، به هر صورت این واضح و آشکاره برای اهل علم. المهم این که ششمین کتاب، حالا آنچه که مورد اتفاق علما هست، اتفاق علمای امروز، اگرچه در مورد اختلاف هست که ششمین کتاب است، پنجمین کتاب هست، آیا از جمله کتب سته هست نیست، ولی المهم این که امت فعلا بر این اتفاق کردن که از جمله کتب سته هست و مشهور و معروفه، که این یک بحث علمی هست که در این مورد نمیپردازیم. المهم این که اینجا حقیقتا امام ابن ماجه رحمه الله میاره باب افتراق الامم، میگه حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبه قال حدثنا محمد ابن بش قال حدثنا محمد ابن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقت اليهود على 71 فرقه
و تفترق امتی علی 73 فرقه. و همچنین در اینجا هم میآید شبیه این روایت بعدی، یعنی شبیه همین را میاره، ولی در با تفاوت اینجا که میگه و واحدة فی الجنه، یکی از اینها در بهشت است. و به صورت کلی وقتی از رسول الله صلی الله علیه و سلم سوال میشه قیل یا رسول الله من هم؟ قال الجماعه. و همچنین در روایت دیگه هم شبیه همین میآید، یعنی بعد از آن باز هم در اینجا هم میآید که به هر حال رسول الله علیه و السلام میگن که و این امتی ستفترق علی 72 فرقه كلها فی النار الا واحده و هی الجماعه. یعنی روایت کاملا معروف و مشهور هست بینندگان عزیز و گرامی. هم در بخاری و مسلم برایتان نشان دادیم که روایت طایفه منصوره هست که ایشان انکار میکنن متاسفانه. و همچنین غیر از مستدرک که در مورد مستدرک هم حرف زدیم که در مستدرک حاکم هم صحیح هست، هم ضعیف هست، هم حسن هست و هم موضوع هست. همه این انواع در آن هست. دلالت بر این نمیکنه که هر روایتی که در آنجا آمده باشه ضعیف باشه یا موضوع باشه یا غیر صحیح باشه. و گفتیم که امام ذهبی هم حدیث را تصحیح میکنه. غیر از امام ذهبی رحمه الله افراد دیگری هم هستند که این حدیث را حقیقتا تصحیح میکنن. از جمله مثلا اگر شما به کتاب به عنوان مثال کتاب سنن ترمذی مراجعه بکنین، همچنان که ما آن را نشان دادین، بعد از این که حدیث را امام ترمذی رحمه الله نقل میکنه میگه و فی الباب عن سعد و عبدالله ابن عمرو و عوف ابن مالک، میگه در این باب یعنی در این مورد روایاتی از دیگر صحابه هم موجوده. بعد میگه حدیث ابی هریره حدیث حسن صحیح. این قول امام ترمذی رحمه الله است که میتونید شما مراجعه بکنین. حدیث 2640 چنانچه به خدمت شما نشان دادم. و همچنین امام ابن حبان هم حدیث را تصحیح میکنه، امام حاکم هم حدیث را تصحیح میکنه، منذری هم حدیث را تصحیح میکنه، امام شاطبی هم حدیث را تصحیح میکنه در کتاب الاعتصام، و امام سیوطی هم در جامع الصغیر تصحیح میکنه، و امام زین الدین عراقی هم در تخریج احادیثی که برای احیای علوم دین داره این حدیث را حقیقتا خوب میدانه. و همچنین میشه گفت که از کسای دیگه که این حدیث را روایت کردن امام احمد هست، امام ابن ابی دنیا هست، و همچنین برخی دیگر از محدثین که حقیقتا این حدیث را در کتبشان نقل کردن و یا هم تصحیح کردن. و همچنین میشه گفت که در کتب عقاید هم موجوده. در کتب عقاید هم شما میتونین که عقاید مسلمان ها، عقاید اهل سنت مراجعه بکنین و این حدیث رو شما میتونین در اونجا یافت بکنین و در اونجا پیدا خواهد شد و شما میبینید. جالب بر اینه که بعد از این که استاد میاد این موضوعات رو مطرح میکنه و خیلی راحت، یعنی با یک میشه گفت سفسطه و تدلیس متاسفانه باید بگم، حدیث را تضعیف میکنه. جالب بر اینه که البته ایشان تنها نیست که تضعیف میکنه، بلکه متاسفانه کسانی که از مکتب استشراق یا از مکتب متاسفانه سکولاریسم متاسفانه بگین که اینها تحت تاثیر این مکتب قرار گرفتن، خیلی هستند این افراد، ولی حرفشان قابل اعتبار نیست از نظر محدثین، از نظر علمایی که در قرون مختلف اینها بودند و این احادیث را آوردند و تصحیح کردند و در کتبشان نقل کردند. اما چرا آدم باید تدلیس بکنه؟ واضح خب بیا بگو که این حدیث اگرچه در به هر حال دو کتب حدیثی آمده من قبول ندارم، راحت بگو. چرا سفسطه و به هر حال تدلیس؟ این واقعا در حق یک انسان عالم و انسانی که اهل تحقیق باشه و خودش را محقق بدانه و پژوهشگر علوم اسلامی بدانه واقعا مناسب نیست. حالا در این میان وقتی حرفا رو این استاد میزنه، جناب آقای محق میزنه، مجری دخالت میکنه، میگه که از معاصرین این حدیث را آلبانی تصحیح کرده. ایشان میگه که با احترامی که با آلبانی داریم به هر حال نمیتونه که تصحیح او برای ما حجت باشه. من با این حرفش کاملا موافقم، یعنی واقعا موافقم. راست میگه، درسته، تصحیح شیخ آلبانی تنها برای ما کفایت نمیکنه. و بعد ایشان میگه که والله بعضی‌ها هستن که وقتی حدیث را آلبانی تصحیح کرد میگه دیگه ما تسلیمیم، دیگه حرفی برای گفتن ندارن و از این قبیل چیزها، که این حقیقتا برمیگرده به این که این افراد چی اندازه از علم آگاهی دارن، از علم حدیث میدانن که این حرف را میزنن. و الا اینکه اهل حق و اهل حدیث این حرف را نمیزنن، کسانی که تبحر دارن در این باب و کسانی که واقعا در این باب درس خواندند و میفهمند و تخصص دارن،
این حرف رو نمیزنن که شیخ البانی هر حدیثی که گفت صحیح خلاص دیگه صحیح است و حرفی نباید برای گفتن باشه. حتی بر برخی از روایاتی که شیخ البانی رحمه الله، بزرگتر از شیخ البانی رحمه الله، به هر حال تصحیح کردن. تصحیح ایشان قابل اعتبار نبوده. یک منهجی دارن علما و محدثین بزرگوار برای تصحیح حدیث و برای تضعیف حدیث. اینجوری نیست که چون در فلان کتاب آمده باید ضعیف باشه، در فلان کتاب آمده باید حدیث صحیح نباشه. و این دخالت مجری بسیار جالب بود. اما برای جناب آقای مجری بزرگوار هم، آقای ارشاد بزرگوار، توصیه دارم که قبل از اینکه شما میایید، یعنی همچون بحث را مطرح میکنید، مطالعه کنید در این مورد با علمایی که در این مورد، یعنی مثلا این بحث شما برمیگرده به تخصص علم حدیث، شما مراجعه کنید، با ایشان صحبت کنید، بعد بیایید در اینجا بنشینید. همینجوری نشستن و هر چی را تایید کردن و به هر حال ساکت ماندن، این به نظر من جالب نیست و همان فهم و دانش شما رو زیر سوال میبره که شما بنشینید و ساکت باشین. و در حقیقت مجری میتونه که سخنگوی مردم باشه. شما باید از جایی که از طرف مردم و از طرف علمای دیگر در برابر ایشان مناقشه بکنید، با ایشان حرف بزنید که بابا جان این حدیثی که شما میگید در بقیه کتب هم آمده، دیگه علما هم این را تصحیح کردن از متقدمین و از کسانی که به هر حال متأخرن و معاصرن، همه اینها این را حقیقتا تصحیح کردن. چرا شما میایید با خیلی صراحت و با تدلیس و سفسطه متاسفانه حدیث را تضعیف میکنید؟ به هر صورت بینندگان عزیز و گرامی، از این بیشتر وقت گرانبهای شما را نمیگیرم. امیدوارم که از این گفتگوی آرام و علمی لذت برده باشید و ان شاء الله که در علمتان افزوده باشه و ان شاء الله منتظر باشید. ما بیشتر در این مورد به خصوص در باب جناب ایشان ان شاء الله حرفهای دیگری هم داریم و در سلسله قسمت‌ها و سلسله برنامه‌ها ان شاء الله به صورت ترتیب در مورد آنها، چی در باب عقیده، چی در باب حدیث، چی در باب تفسیر، چی در ابواب مختلف، ان شاء الله صحبت‌های خواهیم داشت. همه شما را به الله پاک بی همتا میسپارم. الله متعال یار و مددگار همه من و شما باشه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.